شما چی دارین؟ ما گناه داریم. دختراتو بده. خونه دارین؟ خونه خب بابا مینم نداره. تو خودت هم نگاهی. تو خود مستاجری. میری از دوتاشون روی هم چند؟ 2000 تا سکه. 2000 تا سکه؟ مگه کیم کارداشیانه؟ من خودم با 2000 تا سکه زن بقیه میشم. بعدش هم تو دخترتو دیدی؟ تو باید 2000 تا به ما بدی ما اینه بعد ببین. این دوتا نهایتا و هم یه تا رب سکه. او هم بعد یه ماه اگه خراب نشدن، نسوختن، نیفتادن، نمردن. با خدا ما اینا بگیریم زن نگرفتیم، شوهر کردیم. ما شیربها هم میگیریم. شیرم خوردن؟ یک کنار شیرم رد نشده. استخوناشون پشت پوستشون پیداست. چقدر شیبه هاشون؟ 100 میلیون. 100 میلیون؟ مگه شیر پسته داری بیلا؟ این دوتا فرقی و کمنزیل ندارن. کمنزیل این اصلا جهیزیه دارن؟ جهیزیه را حسام میگیریم. حسام شی قبلیشه؟ نه لوازم خانگی حسام قسطی کل جهیزیه رو میاره. خب این دوتا هم به ما قسطی بده. برو بابا قسطی نداری. ما اینا رو نگیریم اینا کپک میزنن و نمیشه. اینا تاریخ انقیزان ندارن. بفرمایید. ما که میریم ولی به این دوتا تو یخچال نگهداری بکن. تو گرما فاسد میشن. خاک سر 100 میلیون شیربها مجونی دادن انگار. کچل اینا سیم کارت هم میخورن.